به نام خدا، مهرداد شاوردی هستم، مدرس هوش مصنوعی. تو این ویدیو قصد دارم طریقه کار با هوش مصنوعی کوپایلوت رو خدمتتون توضیح بدم. در ابتدا وارد مرورگرتون میشید و عبارت کوپایلوت رو سرچ میکنید. وارد یه همچین صفحه میشید، گزینه اول مایکروسافت کوپایلوت رو انتخاب میکنید که اونجا میبینید میتونیم مستقیما وارد سایت مربوط به کوپایلوت بشیم، copilot.microsoft.com. صفحه اول کوپایلوت به این صورت هستش. میبینید که از لحاظ ظاهری شبیه چت ربات هایی هستش که قبلا معرفی کردیم، مثل چت جی پی تی. پس اولین قابلیتی که داره میتونیم باهاش چت رو انجام بدیم. بسیار عالی. میتونیم گزینه‌ای که پایین هستش سمت راست میتونیم کار در حقیقت صحبت کردن رو باهاش انجام بدیم. انتخاب میکنیم. Hey there, welcome back. کنیم باش. میتونیم مثل ابزارهای دیگه از این به علاوه که اینجا هستش استفاده بکنیم و عکسی رو اینجا آپلود بکنیم، فایلی رو اینجا آپلود بکنیم و کارمون رو انجام بدیم. و در نهایت که میتونیم باهاش تولید محتوا بکنیم و طبق روال قبلیمون یه پرامپتی بهش بدیم و یک عکس رو برای ما تولید بکنه. و پرامپت هم میتونیم فارسی بدیم. خب من پرامپت هم میدم و میذارم عکسمو تولید بکنه. خب چون بار اول هست وارد میشم، میخواد عکس برای من تولید بکنه، میگه باید لاگین بشی. طبق روال قبلی وقتی وارد صفحه لاگین میشیم کنتینیو ویت گوگل رو انتخاب میکنیم و یکی از در حقیقت ایمیل هایی که داریم، جیمیل هایی که داریم، از طریق اون وارد حساب کاربریمون میشیم. توی این مرحله ماه، روز و سال رو انتخاب میکنیم. سال رو پایین 2000 انتخاب بکنید و کنتینیو رو میزنیم. خب دوباره حالا اینجا پرامپتمون رو وارد میکنیم. خب منتظر میمونیم تا عکس رو برای ما تولید بکنه. خب اینجا عکس ما تولید شده و میتونیم اونو در حقیقت دانلود کنیم و بعدا استفاده بکنیم. اگر هم خواستیم، خب این یه چتی که هستش که استفاده کردیم، میتونیم از این قسمت سمت چپ یه دونه چت جدید باز بکنیم و کارمون رو ادامه بدیم.